بیایید یک تست گذرانده با یک چند سوال‌ها جواب داده راه خود را پیدا میکنیم. یکم، با چی کار مشغول شدن میخواهم؟ یکی آموزاندن میخواهد، دیگری با بیزنس طلبات مردم را حل کردن میخواهد، یکی میخواهد طبابت کند. مثلا من میخواستم تکنولوژی را یاد دهم. پس از این ما باید ساحه‌اش را معین کنیم. مثلا طبابت کردن میخواهد، گوشش را، دندانش را، دست و پایش را یا اینکه جراح، خلاصه این رو معین میکنید. اکنون سوال دوم، چی کار کردم میتوانم؟ یعنی مثلا من از خوردی به ماشین ذوق داشتم، من از خوردی تلفن رو دوست می‌داشتم، یا اینکه من از خوردی بیزنس کرده آمدگی هستم که همین کار رو دوست می‌دارم. بعد این با سوال سوم جواب نویسید. آیا همین کاری من همین شب و روز طلبات دارد و یا اینکه نه؟ سوال چهارم باشد مردم در این کاری من تیار هستند مبلغ دهند. شما با این 4 سوال جواب پیدا کرده راه خود را در زندگی پیدا میکنید. ویدیو رو به یار و دوستان خود فرستید تا آنها نیز آگاه باشند.